علیکم و رحمت الله و و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جد یک خواهر بود، میگن که شوهرشون کمتر معامله بیزیب میکنن و سر یک مسئله کوچک با اسموی بیزیب صدا میزنند و در این حالت ها میگه کمتر عصبانی میشوم و با شوهرم فریاد میزنم، داد میزنم، یعنی که من گناهکار میشوم در اینجا. خواهرم با عصبانی شدن و فریاد زدن شوهرشان اصلاح کردن نمیتوانند. اصلاح کردن نمیتوانند و انسان خواهی ناخواه عصبانی می شود، ولی در وقتی عصبانی فریاد نزدن و خود را به دست گرفتن این عین قوت است. بولش اگر یک کس بد اخلاقی کرد به او هم بد اخلاقی کردی، او عصبیت کرد تو هم عصبانی شدی و یعنی از حد از دایره همسری، از دایره احترام برآمدی، در اینجا چی فرق میماند؟ شما میدونید همه این حدیث رو حفظ هستیم که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن اگر به کسی سجده کردن اجازت میشد، من به زنها میگفتم که به شوهرتان سجده کنید که این چی هست، قدر آنها خیلی بالا هست و پیامبر به خود این رو اجازه نمیدن، تعظیم رو میگن من همین چیز اجازت باشد به خودم نه، به زنها میگفتم به شوهر این رو انجام دهند، از جهت اینکه قدر شوهر خیلی یا حق شوهر بالا هست. صدا بلند کردن ممکن نیست، تشنم کردن ممکن نیست، یعنی اما از اخلاقش خیلی خیلی اذیت میشوید، طلاق ممکن است. اون هم طلاق با خوبی، به جنگ و جنجال با آرامی جدا شدن، اما صدا بلند نکن. چه خیلی که به پدر و مادرت هم داد و فغان نمیکنی، به اون نکن. از حد گذشت و یک صدا بلند شد، در اینجا حتما با عذر پرسیدن یا اینکه خود را اصلاح کردن این مسئله رو از بین برید. اما خانه‌ای که همیشه صدای زن بلند است و بین زن و شوهر داد و فغان است، هم به سلامتی تمام عائله خیلی ضررناک است، هم اخلاق فرزندها ویران می شود، هم درست هم نیست این چیز. مادر محمد بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال از خواهر بود در باره خرید از لامبرد. همون ویدیو رو نیافتم استاد جان. اگر میشه در گروه روان میکردم میره جواب شد. لامبرد خواهرم درست نیست. برای چی معنی؟ تمام من دربارش جواب داده بودم، ولی به هر حال کوتاه گفته میگذاریم. خواهر لامبرد اصلا جایی چی است؟ ریبوخانه هست. داره قرض میدهند و همون لحظه به اون چی میبندند، فایز میبندند، یگون چیزی تو رو میگیرند، پولت رو دادی از اون چیزی که یعنی قرض گرفته، حتما باید از اون تلاوری که به اونها دادی چی باشد؟ کمتر باشد. یعنی مخصوص جای ریبوخانه است، رهین خانه میگند، نه ریبوخانه است. از اونجا قرض گرفتن هم حرام است، چیزش رو هم نخرید، با انسان های گناهکار آلوده نشوید.